السلام علیکم داملای عزیز. موسفیدانی پیشتره میگویند که در شب چهارشنبه باید که بازن خواب خیز نکنی. راست است. باز میگویند که در روی الافزار بازنت علاقه جنسی نکنی، زیرا فرزندی ناصالح میبراید. اکنون فرزندی صالح و ناصالح این به خدای ما و شما وابستگی دارد، به الافزار و به روز چهارشنبه وابستگی ندارد. اینا هیچ دلیل اصل ندارد، هیچ دلیل اصل ندارند که در روز چهارشنبه یا روز دوشنبه مثال بازن خانه‌داری کردن دیگر هست. اینا هیچ معنی ندارند. هر کسی که قدرت دارد، خواه در روز است، خواه در سحر است، خواه در پیشین است، در کدام حالتی که نباشه مالی توست، مرحمت استفاده کردن بگیر. اینا هیچ اصل ندارن. سخنان گفتن، حضرت گفتن، صاحب 4 کتاب گفتن، لیکن به اساس است، اصل ندارد، دلیل ندارد. شاید که همون صاحب 4 کتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشد، تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد. اسلام منش کرده است، گفته است دیگر همین نعمت بعد محروم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید، که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خیلی پنهان خدا در قرآن میگوید ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل، چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمده است، اون فرزند الکه ولد زنا هست، اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کردن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. مرادها و مطلوبهایی که در دل این بندگانت است خدایا با فضل و کرم خود برآورده خیر بگردانی و تمام آن سردارهایی که بالای سر داریم خدای مهربان اولا توفیقشان را رفیق بگردانی، محبت قرآن و اسلام را در دلشان جایگیر بگردانی و خدایا محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی و تمام آن نقشه های نیکی که برای آباد کردن این تاجیکستان ما دارند خدایا موفقشان بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز یک مجلس بود در مسجد بابای ملا حیدر و اشتراک همین داملاهای شهر کولاب گذشت و بعضی از کارمندهای حکومت هم اشتراک داشتند. اونجا یک اعلام بود، گفتن که به سمع همین مردم کولاب برسانید. امروز هم شما با فکرم که آگاه هستین از برنامه‌های تلویزیون هم که کار مسجد بابای ملا حیدر شروع می شود با دستگیری حکومت. این ابرهه در دین نصرانیت بود و بسیار میل داشت که مکه مکرمه را تصرف کند و در زیر فرمان خود قرار دهد و شام را هم در زیر تصرف خود قرار دهد و خیلی عسکری کلان هم داشت
و روز به روز نگاه میکرد که تمام مردم حاجی‌ها به سوی مکه مکرمه سفر میکنند، خانه کعبه را رفته زیارت میکنند. در دل این ابرهه یک رشک و حسد زیاد پیدا شد که چرا مردم به سوی مکه مکرمه به یک خانه‌ای که از سنگ عبارت است میروند و را زیارت میکنند؟ من از این خانه دیده زیباترش تیار میکنم. و در شهر یمن یک کلیسای تیار کرد. مفسرای قرآن میگویند که بسیار سنگ‌های قیمت‌بها داشت و تمام مردم را دعوت کرد که مرحمت عبادتگاه از امروز اعتباراً در شهر یمن. چی میداند که این فرمان خداست؟ چی میداند که در این خانه کعبه چی حکمت است؟ وقتی مردم دعوت میکرد هیچ مردم میل به سوی کلیسای او نداشتند و در پیش خود یک قصد گذاشت که اگر خانه کعبه را ویران کنم هر آینه مردم به سوی کلیسا و سوی این خانه‌ای که من بنیاد کردم به سوی این رجوع میکنند و باید که با این نیت خود برسد. چیکار کرد؟ 60,000 عسکر جمع کرد با همراهی 13 فیل که سردار این فیلها به نام محمود نام داشت. این فیلها به اصطلاح امروزه گوییم همین چگونه که تانک ها امروز خانه ها را خراب میکنند، راه ها را خراب میکنند، این فیلها مثل همین تانک ها بودند که وقتی که سردارهای اونها امر میکرد که فلان جا را پایمال کن، این فیل او را اطاعت میکرد. ابرهه 13 فیل دیگر را پیش و 60,000 عسکر از پس به مکه مکرمه سفر کردند. وقتی که به یکی از قشلاق‌های نزدیک مکه مکرمه رسید، در حال نگاه کرد چوپان‌ها همه مال‌های مردم مکه را وانی می‌کردند. مال‌ها را همه را در زیر تصرف خود درآورد و یک نماینده را ابرهه به مکه مکرمه روان کرد که اشراف مکه را، سردار مکه را نزد من دعوت کنید. و در اون زمانها میگه در مکه مکرمه سردار عربها این بابای پیغمبر عبدالمطلب بود که در وقتی که همین ابرهه میگه اطراف همون مکه را اشغال کرده بود و مالها را در زیر تصرف در آورده بود، 200 اشتر همین عبدالمطلب را هم در زیر تصرف خود در آورد که چوپان عبدالمطلب به عبدالمطلب خبر داد که ابرهه مالهای ترا، گوسفندها و شترهای ترا از خود کرد. آمد نماینده ابرهه نزد این عبدالمطلب و از عسکر و از نیت ابرهه به عبدالمطلب خبر دادند. عبدالمطلب گفت من قوت جنگ با ابرهه ندارم و ما یک مردم خیلی کوچک هستیم و هر کاری که میخواهد کردن گیرد، زیرا که ما دیگر توانایی و قدرت در ما وجود ندارد. و او را طلب کردند که نزد ابرهه میریم. آمد میگد به نزد ابرهه. مختصرا قصه را من برای شما میرسانم زیرا سوالها را جواب گفتن در کار. وقتی ابرهه آمد میگد نگاه کردم خیلی یک جوانی با تنومندی بود ابرهه و بسیار صاحب کلاه و صاحب تخت و میگد از عبدالمطلب پرسید چی میگویی؟ گفت من نیت کشتن مردم مکه ندارم، بلکه فقط نیت من این است که همین خانه کعبه را ویران کنم. عبدالمطلب گفت من گفت با تو یک نیاز دارم، یک سخنی دارم. گفت چی سخن داری؟ گفت نفرهای تو گفت 200 اشتر مرا گرفتند، من از تو طلب دارم که همان 200 اشتر مرا پس بگردان. ابرهه گفت عجیب مردی بدهی، من خانه را ویران میکنم که دین بابا و پدر توست، عبادتگاه توست، تو باشی از اشتر سوال میکنی. عبدالمطلب بابای پیغمبر چی گفت؟ او قسم به خدای همون خانه کعبه که
من صاحب اشتر هستم، این کعبه به خودش صاحب دارد. اگر بخواهد خانه خودش پاسبانی کند، اگر بخواهد خانه خودش از دست تو نجات دهد. من به سر اشتر خود آمدم. ابرهه حیرت دماندند و ابرهه میگد این عبدالمطلب خبر داد که من باوری دارم که خداوند تو را نمیگذارد که خانه این خلیل خودش ابراهیم را تو ویران کنی. و عبدالمطلب پس گشته آمدند، مردم مکه را دعوت کردند صحبت ده گپ نزنید. وقتی که آمد مکه نزد خانه کعبه، قبیلش فیراد کرد و گفت که امروز ابرهه بیرون مکه قرار دارد با 60,000 عسکر و 13 فیل آمدگی باید که خانه کعبه را ویران کنند. همگی نزد خانه کعبه می رویم و از خدای خود زاره و تولا میکنیم که خداوند مدد کند که این خانه کعبه را این دشمن دین، این دشمن خانه کعبه ویران نکند. یک جای آمدن میگد دست در همون دروازه های کعبه زدند، گریه و تولا و زاری کردند که خدایا صاحب این خانه خودت هستی، این خانه را نگذار که این ابرهه ویران کند. یک جای دعا کردند میگه و همگی به سوی کوه بر آمدند و گفتند که ما زیر پای این عسکرهای ابرهه قرار نگیریم. بالای کوه بر آمدند و فرمان شد به ابرهه که هجوم به سوی خانه کعبه. نزدیک آمدند، به ناگاه همون فیلی که پیش میرفت به نام محمود بود، همین نزدیکی خانه کعبه در رسیدند میگد که زانوهای خودش قطع کرد که در زمین نشست. خداوند حیوان ادراک داد. حیوان میفهمد لیکن انسان نمیفهمد. همون محمود همون فیلی برجسته به زانوها زد، میگد دیگر هر چی که قمچین کاریش میکنن از جای خود نمیخیزد. وقتی وی را از جاش میخیزانند یعنی چهره او فیل به طرف پس میگردانند، میگد به سوی پس میدود لیکن به سوی خانه کعبه دیگر حرکت نمیکنند. همین زمان بود میگد عبدالمطلب که از بالا نگاه کردیم یک طریق همین پرنده های سیاهی که در اون ملک ما وجود نداشت، میگد همونها در آسمان یکی سیاهی پیدا شد. مفسرای قرآن میگویند که هر کدام این 3 سنگ داشت، 2 سنگ در پاها، 1 سنگ در همون نول خودشان داشتند و در هر یک سنگ نام عسکر ابرهه نویسانده بود که اینها را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میگوید ترمیهم بحجارت من سجیل. اینا سجیل بودن، میگد این لایه بود که در پایه های همی پرنده ها که در دوزخ پخته شده بودند و هر کدام اینها بی نهایت گرمی بود که وقتی که عبدالمطلب میگد این پرنده ها را ما دیدیم بالای این عسکر ابرهه قرار گرفت و از هوا میگد مثل که سمالیات همان بمبه های خودش میپرتاید، میگه حواله میکرد. هر یک تیر به نشان خودش به صاحب خودش میرسید. زمانی که میگه میرسید همون زمان نگاه میکردیم که هر یک عضو جدا جدا میشدن و گوشت ها میگه از بدن چکار میکرد؟ جدا میشد. این حالت دیدیم، همگی به سوی خدای خود چکار کردیم؟ به سوی خدای خود گشتیم و گفتیم که خدای تو قادر هستی، تو توانا هستی. این الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ای محمد آیا ندیدی و ندانستی که خدای تو با این عسکر فیل ها چی معامله کرد؟ اینا میگد مفسرای قرآن میگد که روز تولد پیغمبر بود. اینم یک معجزه پیغمبر بود. همین واقعه 40 سال پیش از بعثت پیغمبر بود، یعنی روز تولدش ابرهه به مکه مکرمه چیکار کرده بود؟ هجوم کرده بود. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا ندیدی محمد که ما این دام و این حیله و این نیرنگی که آنها کشیده بودند آنها را ما برباد دادیم. الم یجعل کیدهم فی تضلیل ترمیهم بحجارت من سجیل، اینها را ما سنگباران کردیم با سنگهای سجیل. فجعلهم کعصف مأکول، بس گردانیدیم اینها را
عصف گفته چی را میگن؟ کاهی که خایده شده است. مفسران میگن که وقتی که حیوان نخشار میکند و از لبهاش همون خوراک خایدگیش میغلطد، همین عسکر ابرهه را خداوند به همون کاهایی که خایده شده بود به همون مبدل گردانید. البته خدای ما و شما به همه قادر است. وقتی که اگر اذیت مسلمان از حد که گذشت، خدای مهربان به داد مسلمان میرسد. هر که با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. البته هر کسی که به مقابل این شمع با این اسلام با این قرآن میخواهد که مبارزه برد، البته شمع او دائم در گران نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظالم قاعدش همین است. حجومش یک روز نصرت دارد، 2 روز 3 روز، عاقبت البته به البته در چای کندگیش این دشمن خودش گرفتار می شود. و در اینجا برادر باز از ما سوال کردن که درباره قصه های حضرت ابو حنیفه حکایت کنیم. انشاءالله اینم در اراده ما هست که درباره حضرت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که همه ما و شما الحمدلله پیروی مذهب ابو حنیفه هستیم و هزارها بار شکر به سوی خدا هم میکنیم که چنین امام پاک و پاکتینت را ما صاحب شدیم. از این خاطر در باب این حضرت هم یک روز اختیار میکنم گپ میزنیم. لیکن از همه شما دادرای عزیز، پدرای مهربان خواهش میکنم که در مذهب ابو حنیفه خیلی هوشیار باشیم. مذهبی هست که دنیای را اعتبار میکند. اکثریت دنیای عالم همه پیروی مذهب ابو حنیفه هستند. مذهبی هست که هیچ خلل و هیچ خطای در او وجود ندارد. همه شما را باوری میکنم آن چیزی که ما و شما از مسئله های کدام مسئله ای که نباشد، از عبادت است غیر عبادت است، ما و شما رفتار میکنیم، همه اینها 100% حق هستند، هیچ جای غلطی ندارد. بعضی از برادرای ما و شما میگویند بعضی حدیث هایی که ابو حنیفه انتخاب کردن ضعیف هستند. خود همون برادرها چون ضعیف هستند. ابو حنیفه هیچ وقت ضعیف نیست. اگر یک عادی ترین ذره عبادت ابو حنیفه را ما و شما به جا بیاریم، باور که به سوی خدا باید شکر کردن در کار. حضرتان نه حلقی حرام داشتن، نه شکم حرام داشتن، نه مثل ما و شما 3 بار در یک روز خدایی میخوردن، بلکه همه وقت در روی عبادت بودن، دائما در یاد خدا بودن. السلام علیکم دامنای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم. میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال، خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. به درستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لیکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینن و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانند و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای آنها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر
یک عمل ناسواب میبیند. چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناسواب میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوان‌ها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتون تغییر بدین، این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیزی حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپوشین میگین ای خیر، خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشن، اونا کران هستند. و اگر بعضی انسانهایی که حقیقتا نمیگویند اونها گنگها هستند. اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کالانعام، اینها حیوان هستند، بل هم اضلوا، حیوان هم خوبتر از گفت خدا، از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران. مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسلات مبتلا میشیم. اینها در نزد خدا هیچ دشمنی هم ندارند. اینا برعکس در نزد خدا اگر عابد باشند، عبادت کننده باشند، ثوابهای جزیل صاحب میگردند.